یک حدیث دیگر از ابو هریره اینچنین آمده است در صحیح بخاری هست، میگویند که قال النبی صلی الله علیه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلزال ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل والقتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث صحیح که امام بخاری رحمت الله علیه روایت کردن گفتند که قیامت قائم نمیشد تا اندمی که علم از مردم برداشته نشود. علم چه خیلی برداشته میشود؟ در دیگر حدیث بخاری و هم گفتند که الله تعالی علم را از روی زمین این خیلی نمیگیرد که از قلب علما علم را گیرد. این خیلی نمیشد که سحر خیزید که عالم جاهل شود، هیچ چیزی را نمیداند، نه، بلکه بقبض العلماء، با قبض روح علما الله تعالی جان عالما را میگیرد. حتی اذا لم یبقی عالما، حتی وقتی که در روی زمین عالم نمیماند، اتخذ الناس رؤساء جهالا، مردم برای خود سرداران جاهل را پیشوا میگیرند. عالم، دانشمند، گفته یک شخصیت هایی که جاهل هستند، علم ندارند، برای خود رئیس میگیرند. فسئلوا، پس آنها پرسیده میشن، فافتوا بغیر علم، بدون علم به مردم فتوا میتین، علم ندارد فتوا میتین، حکم میکنند. فضلوا و اضلوا، خداشون هم گمراه شدند، مردم را هم گمراه کردند. این یکی از نشانه های قیامت، یکی از علامت های قیامت که ببینید در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله در ابتدا ذکر کرده قیامت نمیشه تا مادامی که علم از زمین برداشته شود، یعنی عالم در روی زمین نمیماند، روز از روز عالم کم میشود، مردم جاهل ها را برای خود سردار قرار میدهند. و تکثر الزلازل، زلزله ها زیاد میشد. یکی از علامت های قرب قیامت، نزدیک شوی قیامت، زلزله زیاد میشد. یعنی این زلزله که شد معنای اینه ندارد که ما یعنی که در امنیت باشیم، از آمدن زلزله نوبتی در ایمن باشیم، نه، بلکه یکی از علامت های قیامت و تکثر الزلازل، زلزله ها زیاد میشد، بسیار میشود. حتی بعضی متخصص ها گفتند که در یک سال زیاده از 1 میلیون مراتب زمین می جنبد در عموم دنیا، که این تصدیق این حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش ما را آگاه کردند که یکی از علامت های قرب قیامت، نزدیک شوی قیامت، زیاد شوی زلزله ها هست. خب وقتی که این علامت قیامت از زلزله، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید هر لحظه برادرای عزیز آمادگی به واخوردن الله تعالی داشته باشیم. هر لحظه میتواند زمین لرزد، هر لحظه. ببینید در 2 دقیقه چقدر انسان ها به هلاکت رسیدند. در 2 دقیقه الله سبحانه و تعالی چقدر خانه ها را زیر زمین کرد. این دلالت به قدرت الله تعالی میکند. الله تعالی گاها قدرتش را به مردم نشان میدهد. اگر این قدر خانه ها را در طول چند سال ساختند، به چه قدر مبلغ ساختند، الله تعالی در یک میجه زدن تمام زمین را برهم میزند. این قدرت الله تعالی است. و یتقارب الزمان، زمان نزدیک میشد. در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کردند، گفتند که سال مانند ماه میشود، ماه مانند هفته میشود، هفته مانند روز میشود، روز مانند ساعت میشود. این ما مشاهده داریم. آن آدم‌هایی که تا سالهای 2000 زندگی کردند، مثلا تا سالهای 90 چه خیلی وقتا سست میگذشت، از سال 2000 تا سال 2010 چه خیلی میگذشت، از 2010 تا 2020 چه خیلی گذشته ایستاده است، گذشت و روز از روز روزها تیز گذشته ایستاده است. این علامت قیامت است، نزدیک شوی قیامت است. و تظهر الفتن، فتنه ها زیاد میشد. فتنه ها روز از روز فتنه های نو میبرد. فتنه یک چیزی که مردم حق و باطل را در آن جدا کرده نمیتواند. و یکثر الهرج، و هرج زیاد میشود. یکی از علامت های قیامت هرج زیاد میشود. هرج چی است؟ هو القتل و القتل، قتل زیاد میشود. حتی انسان نمیداند که برای چی کشت، برای چی کشته شد. بعضی انسان سبب کشته شدنش نمیداند.
یا بعضی انسان‌ها سبب کشتگیش نمیدونن، کشتار زیاد میشد. و یکی از علامت‌های قیامت یکثر فیکم المال، مال در شما زیاد میشد. فیفید، همین خیل مال زیاد میشود که در یک سحری انسان 10 نمودی طعام در پیشش است. پیشتر مردم یک نان قاق میخوردن، از سحری تا بگاهی برای نصف نان یا یک نان کار میکردن. اما در زمانه ما یک آرایشی که زن خودش آرایش میدهد از صدها مواد عبارت است. یک به دسترخوانش اگر نظر کند چندین نوع طعام و ادام خوریش ها در یک دسترخوان وجود دارد. خلاصه این حدیث دلالت میکند که یکی از علامت های قیامت بسیار شدن زلزله. پس ما چیکار کنیم؟ از همه مهمش این است که ما همیشه به واخوردن الله تعالی آمادگی خویش را داشته باشیم، عقیده سالم داشته باشیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ثابت قدم در وقت آمدن زلزله با قلب گشاد شما شهادت را قبول کنید. همیشه خود، همسران خود، فرزندان خود تیار کنید که این مصیبتی که امروز به سر برادران و خواهران که در زیر زلزله ماندن آمد، هر لحظه برای هر کی آمدنش ممکن است و روز از روز این علامت زیاد می شود. پس خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یک روز هستی زنده، 2 روز زنده هستی، در زیر بالینت وصیتت نوشته شده باشد که اگر رفتم من وفات کردم فلان قرض را به فلان جا دهید، فلان عمل را اجرا کنید، فلان عمل را اجرا نکنید. هر لحظه انسان وفات کردنش ممکن است. همیشه این حدیث ما را هوشیار میکند که هوشیار میدهد که ما باید آمادگی خویش را ببینیم.